سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و دوستان گرامی، خداوند قادر یکتا را برای تمام نعمت‌های خوبش شکرانه میگم و یکی از نعمت‌های خوب خداوند کریم نعمت مادر است. برای دیگر شما بینندگان تعریف مادر همین اسمش هم میشنوید، نامش دیگه معلومه مادر کیه. یکمین بگیم حرف یا که سوالی که در ذهنتون میاد همین که مادر چیه؟ غمخوار، دلسوز، تربیتگر و آفریدگار مهربان. خب اینه که قدر بگیم مادر برای هر یک نفر عزیزه، برای هر یک نفر بگیم بسیار یک مقدسه. اما شخصانی پیدا می شوند و هستند، اونان در تاجیکستان پیدا می شوند که به همین گونه جسم ضعیف، به همین بگیم مقدسات ما و به همین غمخوار و مهربان ما خیانت میکنن، ظلم روا میبینن، بی حرمتی میکنن و مثال های زیاد داریم. شما هم دیدگین، شنیدگین. از این وقتی مثالش بیارم حتما شما هم خودتون میفهمین که بله چنین بود یا چنین هست. مادر در اسفره چند ماه پیش از طرف 4-5 پلیس دستگیر شد و گویا زمین فروخت یا زمین خرید غیر قانونی با آب جوش آمده سوزانده شد. ویدیو نوارش هست دیدگین. و مثال بعدیش هم میتونیم بیاریم در چند روز اخیر که سفر ابلیس امام علی گویا سفر کاری به ناحیه رشت تاجیک‌آباد بود و اینجا یک مادر با نام موجیگل غایب آمد. فرزندش را ماهی ینوری سال 2018 و 5 سال زندان به حکم یا به جرم سلفی تهمت کردن. گفتیم چند بار که نفری که معقول شو نیست دیگر 10-15 گروه را در خط سیاه جو کردن، تروریست، اکستریمیست گفته هر نفر معقول شو نیست میبرد در همون گروه جوش میکنه، میروه میگه اینو گروه های سلفی های وهابی های افراطگرا های امام علی را دوست نمیداره، امام علی را نقض نمیبینه، امام علی را مذاق میکنه، گفته میبرن 5 سال 10 سال میشنونن، شاید زیادترم. و انا این مادری بگیم سین سالش هم کلانه. اولا آفرین احسن به این مادری که با جرأت با غیرت گپ میزنه. دیده اینش از فرزندش دفاع میکنه با جسم ضعیفیش. وقتی که هر یک مادر باز تکرار میکنه که یک مشکلی ده به یک بلای کلان دچار میشوه، واقعا وقتی مراجعت میکنه نفری که ناموس داشته باشی، ایمان داشته باشی، انسان باشی، مسلمانی یک طرف، ایمان یک طرف، انسان باشی، حتما یک همت، یک شجاعت، یک غیرت در وجودت ظاهر میشه و پیدا میشه که من به طرف نباشم. خب مسلمان اگر ایرو شریعت بگیریم، مسلمان برادری مسلمان هم ردیف، هم سفر، هم فکری مسلمان در یک مشکلی غلطی دوچار شد باید که یاردم بشکنی چند قدری که میتونی. در یک کمبودی میزنه، در خرسندش باید خرسند باشی، در زیغش باید زیغ باشی. اگر مسلمانی را یک طرف مونیم ایروی هموطن، اگر هموطن هم قبولش نداشته باشی، هم شهرت هم ملت همچون یک انسان. در این دنیا دیده این چه خیل یک نفری که از دیگه ملت یک مراجعت یک کمبودی شد چرز سایتو رسانه قطعی اعلان میکنه، یک ملت دیگه میبروید یا یاردم یا یک فکرش قطعی همراز میشه و همدرد میشه. ای وطن، ای نجات فرهنگ خودمونه. نه تنها ای یک مادر نیست و آخران مادر هم نیست. ای ابلیس، ای شیطانی مشینی بیناموس کدام ناحیه و کدام منطقه در تاجیکستان سفر میکنه
پیش از رفتنش هم در همون محله و همون ناحیه یک مصیبت، یک بلا میروه. بعد از برگشتنش هم باز یک مصیبتی الهیده گویا فرمایشی شده باشه، یک تروریگه به همون ناحیه میشوه. و این مادری بگیم پیرانسال هم مراجعتش اگرچه نتونست کرده، بغیر از نتونستنش بردن 6 ساعت محکمش کردن. دیدین شما در نوارا و رسانه ها نشر شد یا برای شما پیشنهاد شد. 6 ساعت محکمش کردن. برای چی؟ تا نباید که درد دل یا که یک مراجعت به کلانی ما، به رئیسی ما یا که به پرزیدنت بکنی. باید فقط بگوی خوش آمدی، نوری دیده تاج سر، قدمایت در بالای سر ما، رقص بازی کنی در پیشش. انایده اجازت های. همو ابلیس امام علی میگه که من سفر سخنرانی ها در بین مردم میکنم. میگه بسیار میگرد، میگه بین مردم ده. وقتی بسیار میگردی بعد نمیمونی که یک زنی که نیطور که یک این مادر، هر یک زن، زیاد ایمون مادرها و زنها حتی پدرها هم هستن که مراجعتی از ته دیل میکنن، درد دیلشون رو باید بگن، نمیموننشون. برای که تره نمیفوره. تره اگر میفورید یا را میموندن. و بگذار که نفوریده، با واسطه سایت ها ندیدی، رسانه ها خیلی ندیدی که همون نفرهایی که به احترامی و این شکنجه و این به حرمتی را با بالای سر این مادر روا دیدن، باید که جزا داده میشیدن. باید که اگر وظیفه و منصب داشتن، این وظیفه در حال باید گرفته میشیدن. اما یا پیروایتن، تو خودت همی جنایت هم خیلی کارا را دوست میداری و فرمانشون هم میتی، برای همون تو گویا این کارا را درک نداری. و یا خیلی دوست دارد میگن که ای کار درک نداره، اگر درک میداشت یا اون کار میکرد. برای میدونن که تو میزنی 24 ساعت ای هش به هشی، یعنی عقل بگونه عرقه، تو دیگه تماما درک نداری یورا. اگر یک نفر مراجعت کنه که ما با امام علی رحمانه $1 میلیارد روان میکنم، تا این کار در حال درک میو، اگرچه با واسطه اینترنت هم نباشه، در الهیدگی با یک نفر صحبت کنه، همین پیام اگر دروغ هم باشه و تو برسه، تا این درک میوی و حتما همو سگکات روان میکنی که برین سوما در حال بگیرین بین. و این مادری که با یک امید با نزد ابلیس باید میرفت مراجعتش میکرد، اگر که نتونست، حتما ما و شما باید که از این مادر و از دیگر مادرها در هر حالت وقتی میشنویم میبینیم باید دفاع کنیم. حتما باید که یک نظر، یک فکر، یک همرازی سخنها و درد دلی مادرها را به دیگران ما باید که برسونیم. این میشوه انسانیت، اسلامیت و خوبیت. از او بیمنگی، از او کارهای ناجایز، حرفای ناجایز ده مرحمت دانه کار خیر. همین حقیقت اگرچه بسیارا نقض نمیبینن، اما بالاتر از همه خدای ما و شما نقض میبینه و فرمان هم دادگیه. باید ما پیرو حقیقت باشیم. اگر حقیقت گفته بتونیم باید حقیقت بگیم، نمیتونیم حتما جرأت، طاقتی حقیقت گوش کردن باید ما داشته باشیم. از حقیقت گریختن، سرتو نپوشیدن، رقص، بازی و موزیک ده یگان فایده نمیبینه. برعکس اختونه خور ذلیل به قدر به آبرو میکنه. اگر در دنیا با آبرو باشین میدونین که آخرت ده آبرو ندارین. خداوند مهربان مشکلی همه ما و شما رو آسان بگردونه و این ظالما و قاتلا و خائنا و جنایتکارا هر چی زودتر به دست ما و شما نابود بگردونه. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.